آماده شدن را فراموش نکنید. پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگن اصحابی کالنجوم بأی اقتدیتم اهتدیتم، یعنی صحابگان من مثل ستارگان هستند، کدام بین تابشین انشاءالله خدا خود هدایت می‌یابیم. البته چی پی ابوبکر میگیریم، چی پی عمر میگیریم، چی پی عثمان میگیریم، چی پی علی میگیریم، انشاءالله البته خدا خود سعادت دو دنیا نمیرسیم، در این دنیا هم انشاءالله سربلند میشیم و در آخرت هم انشاءالله. ابوبکر حضرت عمر که دویم بعد انشاءالله خلافاتی خدا خود دونم سالی حضرت ابوبکر خدا پادشاهی کردن بدی محمد صلی الله علیه و سلم، بدی دونم سال وفات کردن شو حضرت عمر بالای تخت آمدن. تواضع حضرت عمر بینه که وقتی که بالای تخت اومدن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در بالای آخر کرسی نشستن. آنجای پای قدمی که مبارک حضرت ابوبکر صدیق بود همونجا نشستن. گفتن مردم ای عمر برای چی بالای کرسی ننشینی؟ گفتن موضوعی پای قدم حضرت ابوبکر هستیم. زیر پایی که قدم ابوبکر میمون همونجا را برای خوش اختیار کردن و وظیفه انشاءالله خدا خواهد شاگیر انشاءالله با عهده گرفتن و حکمش جاری کردن. اولین حکمی که حضرت عمر کرد چی بود؟ وقتی که حضرت عمر بالای خدا خواهد کرسی برمدن شیشتن، تمامی وزیراشون فریاد کردن، تمامی وزیراشون نزدشون دعوت کردن. یگانه حکمی که جاری کردن گفتن شد در کدام منصبی که هست که فرق ندارد، کی وزیر مدافع هستی، کی وزیر خلافت آب هستی، کی وزیر خلافت دیگر هستی، باید نماز کنی. پیش من گفت دیگر کاری گفت قدر ندارد، فقط یگانه انشاءالله فرمان الله سبحانه و تعالی انشاءالله خلافت بجا میاد. چونکی پیامبر ما میگن صلی الله علیه و سلم من حافظ علیها حافظ دینه، کسی که 5 وقت نماز میخونه و دینش انشاءالله خدا خود برپا کرده. امروز هم باید که انشاءالله خدا خود امروز مردمی که زندگی دارن انشاءالله خدا خود همه وزیرها، همه انشاءالله شاهها، همه خادمایی که قطعی نظر در کدام وظیفه هستند باید که دعوا میکنیم که ما مسلمانیم. الحمدلله دعوای مسلمانی به نماز است، باید نماز کنن انشاءالله. چونکه حضرت عمر سخنش گفتن که اگر این مملکت ما نماز نخواند این مملکت ما آباد نیست. آبادترین مملکت همان مملکتی که در وی نماز جاری باشد، در وی عبادت جاری باشد. الحمدلله یگانه حکمی که فرمانی که بالای کرسیش حضرت عمر کرد این چی بود؟ الحمدلله انشاءالله خدا خود نماز بود. چونکه پیغمبر بزرگ حضرت عمر رضی الله عنه در سخنی مبارکش میگن بسم الله الرحمن الرحیم عز الدنیا بالمال و عز الاخرة بعمل صالح. عزیزی دنیا افتن بمال است. امروز مال داری، ماشین داری، خانه زیبا داری، بای بچه هستی، امروز حرمت نگیرد. نیکی روز قیامت چی نزد الله عزیزی ما و شما به عمل صالح بشود، به نماز بشود. خدا از مال نمیپرسد، از دنیا نمیپرسد، از زن نمیپرسد، از ماشین نمیپرسد، از دلار نمیپرسد، از خلاقات روبل نمیپرسد، بس که از چی میپرسد؟ از نماز میپرسد. روزی محشر که جان گداز بود اولی پرسش از نماز بود. غمی دین خور که غمی دین است، همه غم ها فروتر از این است. غمی دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. هیچ کس در جهان ستون شدگی نیست. اگر دنیا میگه وفا میکرد محمد نوفا میکرد که پیغمبری بزرگوار حبیب خدا بود، 63 سال عمر دید دنیا را ترک کرد.
این اگر میگه دنیا با کس وفاقی میکرد باید با محمد وفاقی کرد. این دنیای فوری است، دنیای نیست شونده است عزیزی من. ببینید حضرت عمر از چی میترسیدن؟ حدیث بزرگوار محمد دائم ذکر میکنن که کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی شما در خاندانتون مثل چوپان هستید عزیزان من. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. مسئول است که از زیر دستات روز قیامت پرسیده میشه. من شما در خانه انشاءالله پرزیدنت روز زن نماز نخوند، بچه نماز نخوند، دختر نماز نخوند، نیویرک نماز نخوند، جواب میده پیش الله. عمر گفت از این حدیث مبارک من در تمام دور خلیفگی که 10 سال حضرت عمر بالای تخشیستن گفت من پیشگاهی الله جواب میده. از این خاطر انشاءالله خدا رحمت و مغفرت کند. بسیار غمگین میگشتن، بسیار میگریستن. نزدیکاش میگفتن حضرت عمر گوش دار، امروز بین تمام مردم در زمین عدل سایه شما راحت به سر میبرند. تمام دنیا من الحمدلله اسلام قبول کرد. تمام دنیا عادلت شما تاثیر دارد. از همین جهت میگیریم که چقدر سانی مسلمان ها زیاد شود مسئولیت عمر زیاد بشود. حتی گفت در دجل اگر گرگ ها و گوسفند ها هجوم کند روز قیامت خدا از عمر میپرسد. تا چه اندازه که در دوره های خلیفه حضرت عمر گرگ ها و گوسفند ها آشنا بودند عزیزان. در اطراف رحمت دار میزنند هجوم نمیکردند. وقتی که روزی که حضرت عمر مرد پا میگه چوپان دیگه کرد. پرسیدنش که برای چی میگیری؟ گفتن امروز عمر مرد. تا از کجا دانستی که عمر مرد است؟ تا عمر زنده بود گرگ ها و گوسفند ها آشنا بودند. امروز گرگ ها و گوسفند ها هجوم کردند. این عدالتی کی بود؟ حضرت عمر بود عزیزی من. این حضرت عمر تا چی اندازه حیوان ها نسبت خدا کرد، حیوان ها محبت داشتند. الحمدلله چنان عادلی، الحمدلله حضرت شاکر گستن حکم بسر بگه چنان عادلی نمید. یک روز میگه به یک خانه بیمدن محمد او دیگه یک حقیقت بود. محمد اومدم گفتم ای محمد امروز این عادلی من تا چه اندازه است؟ من تو را میدونم که تو فقط حقا میگو حقا مبارزه میبری. من اگر یگان خطا کنم تو چیکار میکنی؟ گفتن مبادا اما اگر خطا کنی در حدیث و آیت و شمشیر من تو را راست میکنم. الحمدلله بود که در دور من گفت حق ها هست. من شما خطا نکس به جون میبری. در روزی نیمه کار بکنی در که المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. من کمبودی من خودم نمیدانم تا که شما کمبودی من نمیدونید. باید مؤمن اصلاح کننده باشد. خدا در قرآن عظیم الشان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینکم. شما با یکدیگر اکا و دادر هستید تا که خطای یکدیگر را اصلاح کنید انشاءالله. در درون جمعیت نه، در خلوتی برا گوش برادر اینجا بیا خطا دارید که در جمعیت حرام است. المؤمن علی المؤمن حرام ماله و دمه و عرضه. مؤمن است یک چیز حرام است، مالش حرام خرید دوزی کنی موچه. دویم آبروش نزد مردم ده تو فلانی تو زیناگری تو دوزی تو آدم کشی بزن. سوم خونی به حرام است و یا با قطع رسوندنش حرام است عزیزان من. ببینید در خلوتی میتونه این کار کمبودی رو اصلاح کنید. خرسان شما شما الحمدلله من حضرت عمر محمد گفت من با من یکان کمبودی رو باشد من اصلاح کنم که الله در پیش الله چی جواب بگیر انشاءالله. ببین تواضع حضرت عمر ببینید. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کوچه برمدن دوره داشتن
یه سری کمبودش میدیدم بدره میزدنش. دیدن که یک مرد بودن در اسکله که کرسی چشتگی هستن. آمدن میگه در پشتی من دو سه دفعه قمچی زدن. گفتن چی گفت هست؟ گفتن میدونی این گفتن کار است که باید در خلوت کنید. باید تو زن و شوهر در خلوت یک جای شید. تو این در بین جمعیت چیکار داری؟ گفتن حضرت ما مسافریم، ما زن و شو مسافریم، ما مسئولیت مهمانخانه را داریم که در جای مدینه مهمانخانه باشه تو جای منم بذاریم. گفت بزرگ من خواهد کردم که شما از اهل مدینه هستید. میگه در دست به قمچی ندار. گفت که من سه تا زن پادشاه تا که حقی تو در قیامت نمونه. این حضرت عمر گفت این کسری است که دنیا را امروز دنیا را فرا گرفت. به ملا شما زنات که شاکه کشیده نشید بینامست کجا شدید مسلمانی تکست به ملا خلاخت دست بگردن وید در کوچه گشته همینه که هستی مسلمان. 1400 سال پیش حضرت عمر گفت امروز بالای ما بدبخت آمده کن ما نکن اخلاقات یا صحبت خدا نگه دارد به ملا خلاقت کوچنده کارتش رو گرم ای خدا نترسیده امروز رسی رفتی کاری همون کافران عوضی پیشی بالای خلاقت مسلمان آورده شد به ملا خلاقت نمیترسد نه ناموس دارد نه وجدانی کامل دارد نه ایمان دارد که اخر ناموس نمیکنه که پدرش که دست است مادرش که دست است برادرش که دست است هم محلگیش که دست است پروا ندارد. الله نگه دارد. حقیقت حضرت عمر گفت این چی است؟ گفت کسری است که دنیا را من فرا گرفت به ملال انشاءالله دست کپک که رفت است در کوچه. خدا نگه دارد. حضرت عمر رضی الله عنه شبها خواب نمیکرد. شبها تا سحر محله را دار میزد. یک جا رفت میگرد یک در زیر چادر یک عرب در بیرون غمگین شدگی است. السلام علیکم. گفت و علیکم السلام. گفت تو چیکار داری در این؟ گفت چادر نمیداری در بیرون شدی غمگین هستی. صحبت داشته که یک بار یک نالشی زنش بلند شد. گفت در این چادر که هست؟ گفت زن از کار چی هست؟ گفت نمیشون که این عمر هست. هی چی شده است؟ گفت خدا خواهد گفت همسر کودک به دنیا میانه. حضرت عمر صدق خیز میگه دیگه خانه شما گفت همسرشون خواهری حضرت علی بن کلثوم زنی که بود الحمدلله عمر بود. میگه آمد گریف میگه بردش گفت میگه زنک جان در این چادر را گفت ای گفت مرد خدا همین گفت زن یاردم کنن میشود. گفت کی میشود؟ دروش گفت دورمد وقتی که آواز کودک بلند شد بعد زن گفت که ام کلثوم یا امیرالمومنین همون برنگی جوان خوشخبر دگی همسرش فرزند تولد کرد. اونم که جوان باش شناختیم حضرت عمر است. گفت بزرگ گفت عمر جان من نشناختم.